دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 11 ایول سال 2026 قرار داریم در نزد نهال شفتالو فانتازیا. این حال خام است. این کمش یک ماه پس میپزد، دیر پز است. وقتی که شفتالوهای نکترین ها در بازار تمام میشد، بعد این پخته میرسد و پول میشود. دهقانان محترم، ما از این دورم تقریبا 500 600 700 یا 800 دونه برای فروش میتونید از حوزه خریداری کرده مانید و ماه دکبر از من گرفته برید و شینونید. شفتالوی فانتازیا است، یک ماه پس میپزد. دیدید؟ باز ما باز یک شفتالوی دیگر نوار میکنم، از اینم دیر میپزد. بعد میپرسیم که از وایشم نهالا داریم یا نه. اینو ببینید چقدر شفتالوی فانتازیا بهترین شفتالو هست. حالا دیگه این شفتالو نی، شفتالو جنبو مزه شو گوید چقدر با مزه است. انا در پناه خدا باشید و کسی معقول شدگی باشد یک تا لایک مونید، خوشتون بیاد. دا جوره جانم.